با سلام خدمت دوستان عزیز، با برنامه آموزش ساخت ایمیل در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض کنم برای ساخت ایمیل شما ابتدا باید وارد صفحه gmail.com بشید. ما راه مختلفی داریم. شما اول بار که اگه ایمیلی نداشته باشید این صفحه رو بزنید gmail.com، این صفحه برای شما نمایش داده میشه. میتونید داخل همون گوگل هم که سرچ بکنید، کلمه ایمیل رو سرچ کنید، سومین گزینه mail.google جیمیل این هم که بزنید همین صفحه. خدمت شما عرض کنم که ابتدا میبایست برای ساخت ایمیل، برای راحتی کار شما، زبان سیستم رو از انگلیش به فارسی تغییر بدید. کنید خیلی راحت این فارسی این صفحه موجود. ببینید دیگه همه چی فارسی میشه و خیلی راحت میتونید بقیه کاراتون رو انجام بدید به راحتی. پایین صفحه که میاد قبلا که انگلیسی بود سمت راست بود، الان که فارسی شده سمت چپ. اینجا بود خیلی راحت اینجا پایین صفحه. بله خب این صفحه که اومد به نظرتون گزینه فارسی خیلی راحت، به نظرتون کدوم گزینه رو انتخاب کنید؟ ایجاد یک حساب ایجاد کنید. خیلی راحت یک حساب ایجاد کنید دیگه. بقیه بسیار ساده میشه چون فارسی شده. اینجا نامو میزنید، هر چی باشه. فامیلتون رو میزنید. سعی کنید اسم فامیل واقعیتون رو برای ایمیل هایی که برای دانشگاه جایی میخوان بزنید که این نمایش داده میشه اسم فامیلتون. یه گذرواجم باید بزنید شما. دوباره تایید میکنید گذرواجتون رو، همون رمزتون.
وبسایتتون میکنه به همین سادگی و داخل ایمیلتون میشه و دیگه همون فارسی که اونجا انتخاب کردیم برای همیشه میمونه. سری اول لود شدن ایمیلتون. خدمت شما عرض کنم جیمیل خوبیش مزیتش نسبت به ایمیل اینه که اسپم ها رو خیلی